متشکرم. عرض حضور من به حرفای قبلیتون که گفتیم ما از دوره حالا اسمش حالا دقیق نمیدونم که به دوران طلایی داریم میریم یا آکواریوس و اینکه حالا تابش فوتون ها فرق میکنه، گفتین از لحاظ دی ان ای یه حالتی اون رشته‌ای که ازش تفاوتی در انسان ایجاد میشه. یکی این و اینکه عرض محضرتون که من باب همین حالا کرونایی که اومده، این کرونا حالا چطور تقریبا میشه گفت اون هدف اصلیش چیه یه جوری از دید شما، و اینکه یکم راجع به نور رابین می‌خواستم عزیز بپرسم. منو تو معذوریت خاص قرار ندید، من سعی میکنم چشم جوابتون رو بدم ولی شرایط من هم درک کنید. ببینید رابین عزیز، من فقط همینقدر به شما بگم چون شما آگاهی در اون حدی هست که خودت این سوالات برات پیش اومده، پس میتونی در واقع برات یه جوری بگم که خودت متوجه بشی، دوستانی هم که در واقع یک حداقلی با این مسئله روبرو شدن که براشون یه سری شک‌هایی به وجود اومده، اونها هم بتونن دریافت کنن حقیقت رو. اتفاقی که در مورد کرونا هست اینه که در نهایت اتفاقی که میفته اینه که کرونا دو تا چیز بی ربط به هم رو مرتبط میکنه و اون بیماری و اقتصاد هست. یعنی کرونا کاری میکنه که به نفع اقتصاد بشه و در واقع یک نوع ساختار جدید پولی در جهان ایجاد بشه و اون جا بیفته. در واقع کرونا داره خدمت میکنه به سرمایه‌داری نوین و ساختاری که متاسفانه همون رویه نابهنجار یکی از اضافه وزن بمیره و یکی در حد خوردن نان نداشته باشه رو داره بدترش میکنه. یعنی متاسفانه انسان چون باید به یک نقطه تاریکترین نقطه شب برسه تا به صبحگاهان برسه، ما داریم نزدیک میشیم به برهه‌ای که در واقع شبانگاهان به نهایت تاریکی خودش خواهد رسید. این در حدی که میتونستم به شما پاسخ بدم پاسخ دادم، چرا که خیلی ها تحمل حتی شنیدن این رو که بسیاری از حقیقت ها وجود داره هنوز در روحشون آمادگی پذیرش پیش نیامده و من بارها سعی کردم عیان حرف بزنم، ولی متاسفانه جامعه انسانی منو به سمتی برد که کددار حرف بزنم و احتیاط کنم از چیزی که میگم و شما حتما به بزرگواریتون من رو خواهید بخشید. مطلب دومتون چی بود جناب رابین؟ عرض محضرتون که حالا به قول معروف این مسئله رو یه خورده بعد باز کردنش حالا قبول دارم که شما میفهمید چی میگم. عرضم حضورتون که یکی این بود و این که حالا ما داریم حالا به بعد چهارم وارد میشیم، درسته؟ به قول حضرت راجع به اون ابعادی که هستش ما الان تو بعد سومیم، چون همیشه رو سه بعدی میبینیم، تو بعد سومیم، درسته؟ چهارم یا پنجم وارد میشیم. رابین عزیز، اتفاقی که افتاده اینه که این مسئله در آدم‌های متفاوت فضای متفاوتی رو داره. یعنی همین لحظه که ما در فضا زمان فعلی در بعد سوم یه سری رو داریم، در یک سری انسان‌ها بعد پنجم رو تجربه می‌کنیم، در یک سری دیگر بعد چهارم رو. یعنی همون جور که می‌دونید هر شخصی دادگاه و تعالی و رشد خودش رو تجربه میکنه و هر انسان یک دنیا و یک کانون جدیده. یعنی نمیشه گفت که یک حالتی برای همه یکسان هستش، نه در بعد سوم، نه در بعد چهارم، نه در بعد پنجم. یعنی این به صورت همه جانبه برای هر شخص در دنیای او باید اتفاق بیفته. متوجه منظور من شدین؟ بله جناب کسی. یکی هم راجع به ارزم محضرتون دی ان ای بود، اون ژنتیکی که حالا به هم چیز میشه. ببینید اتفاقی که میفته برای کسانی که گذر از بعد زمانی و بعد مکانی سوم رو تجربه میکنن، یعنی در وضع کیفی آگاهی هاشون اتفاقی میفته که دچار انتقال به بعد پنجم میشن، این اتفاق میفته که در واقع زنجیره ژنتیک که همونجور که میدونید رشته‌ای هستش و تعداد مشخصی رو در واقع درون دی ان ای ها ما یک تعداد زنجیره دی ان ای رو داریم. این تبدیل به دو رشته‌ای خواهد شد به صورتی که در واقع به حالتی
شبیه به، اگر بخوام بهتون چیزی بگم، حالتی کریستالین و دورشته‌ای، یعنی زنجیر ردیف کد دی ان ای دورشته‌ای میشه و این به فضا زمان اون شخص و به ارتعاش و بعدی که اون داره توش سپری میکنه نزدیک میشه و حالتی تغییراتی در کد ژنتیکی هر شخص متفاوت خواهد بود. یعنی ما همزمان که دوست شما در بعد سومه، همون لحظه شما بعد پنجم رو تجربه میکنید، دیگری در بعد چهارمه و کسانی هم داریم که انقدر به تعالی روح و معنوی رسیدن که از بعد پنجم هم عبور کردن. ولی در مورد تغییرات ژنتیکی زمین اول شروع به تغییراتی خواهد کرد که همین الان هم کرده. یعنی بعضی از دوستان به من مراجعه میکنن میگن ما درد بدن در نواحی مختلف داریم، حالا بعضیا در چاکرای گلو، بعضیا در چاکراهای پایینتر، بعضیا در ستون فقرات، بعضیا در جاهای مختلف بدنشون یک سری دردها رو باید تحمل بکنن تا این زایش، در واقع زایش معنوی مادی به طریق اولا اتفاق بیفته درونشون و وقتی که اتفاق افتاد بعد از اون زنجیره دی ان ایشون هم به ساختار جدیدی در واقع تکثیر خواهد شد و رشته های دو زنجیره‌ای اصطلاحاً اتفاقی است که میفته و بعد جسمی شخص هم از حالتی گلین به حالتی کریستالین تغییر حالت خواهد داد. یعنی این اتفاق از نظر ژنتیکی و همراه با اون در واقع در حالت کیفیت ماتر، کیفیت ماده در جسم، اجسام و در موجودات اتفاق خواهد افتاد. البته این به ارتعاش هر شخص و سطح آگاهیش هم بستگی داره. ضمن این که میگم ما علاوه بر این که انسان ها دارن یک سری ادراکات جدید رو تجربه میکنن، زمین هم داره یک سری آزاد شدن و یک سری آزادگی رو و یک سری تراشیدن زوائد رو از بستر خودش و از ساختار خودش داره آزاد میکنه خودش رو و قید و بند رو داره میکنه، جدا میکنه و به اون آزادگی لازم و به اون صیقلی شدن لازم داره میرسه زمین. ضمن اینکه خب زمین مستقیما روی بدن انسان ها، بدن موجودات هم اثر خواهد گذاشت و بالا رفتن ارتعاش کوانتومی و ارتعاش در واقع ارتعاش خاص خود ارتعاش، یعنی اون آگاهی حضور و اون حضور آگاهی رو در واقع بالاتر خواهد برد و این برای زمین و موجودات همزمان